9 دکبر روز جهانی مبارزه بر ضد کروپسیا است. به این مناسبت قرار دادیم موقع ساکنان پایتخت را اوید به کروپسیا و پارادهی بپرسیم. نه، عموما ممکن است. فکرتون برای نیست کردن کروپسیا چیکار کردن ممکن است؟ هم ساختارهای هستن که نظارت میکنن. از طرف خود جامعه چی؟ جامعه میتونه سهم گذار باشن؟ بله میتونه. به طرف نباشن. به هدف مخصوص این کار اجرا کردن این علاقه عملی کروپسیونی است و با این عمل کی دست میزند کی چی کار میکند این به وجدان هر یک انسان وابسته است. البته بد است اخی. البته بد است. به جامعه ما چی تأثیری بعد که گفتید؟ همه سوها هم اصولی هم کروپسیونی هم. میشود که یگان کار بدونی کروپسیا بدونی دادن البته میشه اخی. گپ در مو چی میگن اخی؟ وجدانی هم آدم ده. اگر خودشون طلب کنند مثلا میره دگان مقام خودشون طلب خب برای که میدوی بعد هم میدوونن طرف بعد مجبوری تی اخی. همه خیلی است. برای نیست کردنی همین چی برای کم کردنی کروپسیا برای نیست کردن این اخی. همون زیدی کروپسیا است کو. باید اون اسکور کنن. مثلا با همین چیز رو برای میشوید؟ نه نشنیدم. با خوردید؟ مثلا در پیش ما یگان کسی به پورا دادگی باشد. نه خشیدگی هم باشه مگر اگه معلم خاطر چیش نمیشه. معلمو میگیرن مثلا ورزید همین یگان کار کردن ممکن اگر نگوید چی میشه اگر معلم طلب کنه شما نگوید چی میشه بعد؟ نمیدونم خوخی نه مراد با خود. والا این کاری بعد است برای که محتوای شاید چیز بعد برای اگر مثلا یک کاری که تو بود میشه مثلا نمیشه شو کارش نمیکنه یا که هم کارت نبود نمیکنه کاروش چی بسیار چیزی بیزه بچه‌ها که ما می‌بینیم دقیقاً دیره ده هم اجو گایویمو سول یکسومی پروست تگ میگیرن سول اگر درجه کنایه پوزیشن با همون میگیرن دست روز بکنه یاسو میگیره که چی میکنه این چیزا بسیار شده گله هیچ با تاریخ مونده به همین چیز کار بود کردن ممکن است به چیز دیگه اوج نمیشه برای که خلق ما مختک اگر مودوره اگر پورگیر نباشه با فکرم عالم گلستان میشد اگر 100 دقیقه گویم اگر برای کار داخل شدن برای یک کار تا که یکون کس اجرا کند همین خیلی مردم خیلی میشنن که مجبور میشن که مثلا پورا جن یا وقت خوب نیست خارجان برای نیست کردن کروپسیا چیکار باید کرد هر یک آدم خودش باید چه گونه کرد اما هر یک کار خودمون یاد دادگیم آدم که تو پول ندی کار بود نمیشه اگر هر یک آدم خودش کاری آدم به پول بود کنه ساز میشه میشه عزتی نمیشه شما خودتون مثلا آمادهید برای کارتون حال شدن پول که ما دیگه نمیتونیم پول کارم حال شد میشه توغری باشه حال میشه شهروندان شکایت میکنن که برای گرفتن معلوماتنامه حتی از محله ها از جماعت ها وقتی که میخوان اگر یک معلوماتنامه گیرن حتما از آنها میخوان فلان چیز رو پرداخت کنن یا به فلان روزنامه و مجله ابونه شون بعدا به آنها معلوماتنامه رو میدن از همین جا که سر میشود آیسته به دیگر سمت ها بالا میبرد خوشبختانه ما از این خیلی چیزا دور هستیم و ما خیلی افتخار میکنم که بار هم از کسی برای کار پاره نگرفتم و به همه اونهایی که اگر مبادا همین کار در زندگیشون انجام تیان مصلحت میتیم که همین کار نکنن چون که نگرفتن پاره پیش از همه عامل پیشروی دولت و ملت ما هست.